باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر یک بار دیگه میزبان رویداد ملی شد. صبح امروز پویش ملی دویدن هوشمندانه در گوهرپارک سیرجان با حضور ورزشکاران از سراسر کشور برگزار شد. توضیحات محمد اسفندیارپور مدیرعامل باشگاه گلگهر را با هم میشنویم. باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر قریب به 4 سال هستش که تو حوزه 2 میدانی داره فعالیت میکنه و این فرصتی رو فراهم کردیم برای رشد استعدادایی که توی این منطقه هستش. خب پیشینه هم داشته، سابقه هم داشته، توی سطوح مختلف کسایی که فرصت بهشون داده شده تونستن افتخار ایجاد کنن برای این ورزش توی سطح شهر و استان. در کنار این قضیه یک رویکردی داشتیم به بخش همگانی این موضوع. پویش 2 میدانی رو از 1 سال پیش تقریبا استارت زدیم تا اینکه از چند ماه پیش تصمیم بر این شد که یک برنامه رو تو سطح ملی برگزار کنیم به مناسبت روز ملی خلیج فارس و بتونیم تو تقویم ورزش این ملی رو تقویم ورزش فدراسیون 2 میدانی همگانی این رو بگنجونیم که خب اتفاق خیلی خوبی افتاد. چند تا فدراسیون و نهاد همکاری کردن. ما امروز 5 تا فدراسیون رو مشارکتشون رو داریم توی این رویداد. سازمان بسیج ورزشکاران، بسیج کارگری، مجموعه بسیج ایمید رو همه اومدن پای کار و الحمدلله ورزشکاران حمایت کردن. با اقبال این رویداد روبرو شد که امروز نزدیک به 1000 نفر ورزشکار خانم و آقا داریم که توی 2 نوبت به مسابقه میپردازن که خب مطمئنم دستاوردهای خیلی زیادی رو داره برای شهر سیرجان، برای مجموعه بزرگ گوهرپارک. بستری که فراهم شده امروز قطعاً یک بخشش با این رویکرد بوده که بتونیم رویدادهای بزرگی رو تو این سطح برگزار کنیم و انشالله این استارتی باشه برای اینکه ما بتونیم ماراتونایی رو تو سطح بین‌المللی میزبانی کنیم و برگزار